کار جدیدیه. حقیقتا اولین باره به این مورد برمیخورم. این چیزی که میگوید اولین بار است میبیند در واقع این کتاب است. تفاوتش هم این نوشته پایین آن است. ترجمهش الهی که زده ترجمه هوش مصنوعی، یعنی مترجم نداره. ترجمهش رو هوش مصنوعی نوشته، یعنی هوش مصنوعی ترجمه کرده. ناشر کتاب میگوید استفاده و کمک این چنینی از هوش مصنوعی جدید است و در حال فراگیری. نکته اینه که هوش مصنوعی به هر حال به این شکل پدیده تازه است که داره فراگیر میشه و بهتره که ما بریم زودتر سراغش. که سراغ این فراگیری کمک‌های هوش مصنوعی را چند ستون آنورتر هم گرفتیم. مثلا در این غرفه میگفتند برنامه‌ای بر پایه هوش مصنوعی تولید کردند که با پرسیدن چند سوال کتابی مختص روحیه شما را معرفی می‌کند. اومدیم پلتفرمی ایجاد کردیم توسط هوش مصنوعی با توجه به بازه سنی افراد و سوالایی که میکنه با روحیات و سبک علاقه و نظر افراد آشنا میشه و تو اون حوزه بهشون 2 کتاب معرفی میکنه. میتونه مخاطب رو به راحتی بر اساس کلید واژه‌ای که میده راهنمایی کنه. کاربری نیاز داره یک راجع به موضوعی، راجع به یه شرایط خاصی کتابی بهش پیشنهاد بشه. اینجا کاربر میتونه به زبان خودش مثلا با همون ادبیات خودش توصیف کنه کتابی که دنبالشه رو. این آقا میگوید هوش مصنوعی دست کم در حرفه خودش ظرفیت‌های زیادی دارد. باید آنها را هم دریابیم. کتاب حوزه‌ایه که توش محتوا بسیار بسیار زیاده، محتوای متنی، و اگر که بشه اینها رو وصل کرد به هوش مصنوعی، امکان تعامل کاربر با اون کتاب‌ها، امکان شناخت بهتر اون محتواها و اینها بیشتر فراهم میشه. ضرورت داره همه کسایی که در حوزه تولید محتوا و فرهنگ و هنر و نشر کار میکنه قدم بگذارن به ساحات جدید فناوری اطلاعات، دیجیتال سازی و هوش مصنوعی. در 36مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب شاهد پررنگ ترین حضور ابزارهای هوش مصنوعی نسبت به سالهای قبل هستیم. حسین همتی فر، خبرگزاری صدا و سیما.